دوستان خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید. اومدین دوباره با کیم دی مزاحمتون بشیم و چیز کنیم، باز کنیم کیم دی ها رو و ببینیم چی در میاد این سری و بریم سراغ ویدیو. Let's go. 1 2 3 4 بریم سراغ اولیش که سنگ کاغذ قیچی میکنیم. من از سنگ کاغذ قیچی اولی من صرف کن. این چیه؟ تموم. از اول؟ نه از اول؟ من یکی آوردم. اولیش هیروز مولره. ببینید چی در میاد توش. چه رنگیه؟ بنفش. رواله یورو رواله. نه چیه؟ یه لحظه صرف کن. یه لحظه وایسین. خب اینو ببریم این سمتی. خب حاضری؟ 3 2 1. اولی این کیه؟ اصلا آرسنال جزو نمیدونم کجاست. جورگینیو. خب وینیسیوس. رونالدو. یارا رونالدو. به رونالدو 100. چاکرم. هول کردم آجی. روال هم هست. ببینه بده من. امروز روال خیلی بهمون. این یعنی این دوتا کارتو در آوریم. رونالدو 100 این بهترین بازیکن لیگ شده تو رول. آره اینم بچه هست باشه که الان نشونتون میدم. یه روجینیه نمیدونم چیه با ادیسون. خب این هست متن باز میش خب این آبی دوباره این چی میده؟ نه این مولر نمیشه اصلا. باز کن این سری چی میشه. تو هم خب فقط ادوانس کلا رویاله. بده من به تو چه؟ رویال واسه فکر دیوید بکام. نه دیوید بکام تا الان رویال. بعدی هم وایسه درست همیش اینو نمیشناسیم. اهل چلسی دیوید بکام و چی فیگوراش که اینجاست. فیگوراش هم ولش کن بعدا چیز میکنیم. برچسباش هم یه 100. چه چیزایی در آوردی تا الان رویال دیوید بکام و رونالدو. رئال بهترین بازیکن رئال شد و این دوتا چرت و پرت. خب بیا اینجا. اول 3 تا دیگه مونده. خب اینو بریم سراغ من. کوپا آمریکا نه توتی پریمین خوبه توتی کیه؟ بازم 100. نه 100 نیست. 98 چیه؟ دیبروینه 98. بابا امشب خیلی شب خوبیه برای ما. اینم فوبینیو. برچسب فوبینیو و یورو 96. و اینم خب استند. یه ریده هم توشه. ریده چیه؟ این خودش بازی کن. معذرت این هم خودش بازی کن. خب این از این یه 100 و این دوتا هم کارتا منن. خب برو آخری هم بردار. سراغ من باز کن. روز مسی. این آخری هم خوب برای من. باشه. باز کن. یکی دیگه باید یه چی خوب توش باشه. وای نگو. کوچه نه کوچه مثلا نمیتونی یه کارت باز کنی ناموسن. یه چی خوب باشه. وای چی؟ همین مربی رئال. آنجلوتی 98. توتی هم آنجلوتی 98 کجاست؟ آنجلوتی 98 و پاپ چی هستن نمیشناسم باز.
این دوتا اصلا داره از هر کارتیه، از هر کارت از بسته یه چی خوب خب فقط میمونه برچسباشون. برچسبا کو؟ اسکت برچسباش ایناست که چیه؟ خودشه حاجی، خودشه و نیمار دوباره خودشه و نیمار. اینا هم استنداشونه. خب بریم برای آخریش. ای تو چیه؟ تو قرار بود سنگ کاغذ قیچی کنی؟ نه حالا دیگه تو باز سنگ کاغذ. خب بیا سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. خب بیا. ای خدا. نگاه کنیم کی توشه، کی توشه. ای جان یه چی خوب بده، یه چی خوب بده. ای خدا یه چی خوب بده دیگه. آخری خراب کردی، آخری خراب کردی. کلاب؟ نه آره کلاب بایر مونیخه و این بازیکن جدید رئال مادرید دیگه. اینو نمیشناسم. رئال مادرید فرانسویه و کلاب بایر مونیخ. اینا هم برچسب باشن. اینا هم بازیکن. آره. خب یه مروری کنیم و تموم شه دیگه. ببین بازیکن خوبامون کیا بودن؟ بازیکن خوبامون یه آنجلوتی بود و یه چیز با رویال بود و دیبروینه بود. ببینم رویال بود و دیبروینه و دیوید بیکام. خب دیگه بعدامون هم همینا بودن و یه کارت هم از قبل باز شده بود دیگه، این توش بود دیگه، نشون ندادیم. آره خب تا ویدیو بعدی فعلا بای بای. Baby, 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 ooh baby, 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 baby.